سلام و درود خدمت دوستا و شاگردای عزیز. دوستان عزیز، در این ویدیو شما را لباس کمرچین را مکمل بریش را یاد میدیم و در ویدیوی بعدی دوستان عزیز انشالله دخش را یاد میدیم. خب دوستان عزیز بریم طرف ویدیو. خب دوستان عزیز، درازی رخت از ما است 3.5 گز که هر گزش 36 اینچ است و بر رخت است یک گز یعنی 36 اینچ. خب دوستان عزیز، اول دامنچ را بریش می‌کنیم، بعد بالتنه و از او بعدم آستینچ. اینالی دوستان عزیز دامن چی رقم بریش می‌کنیم که اول باید مو اندازه لباس از مو معلوم کرده باشه که لباس از مو چی اندازه، یعنی درازیشی، پراخی لباس، پراخی دان، مثلا درازی آستین، همه چیز باید معلوم کرده باشد. خب ما اول میگیرم رخت دو قد منم سلکن، رخت دو قد کدوم این رقم و اینالی دو قد کدوم ایره و تو منم این رقم. خب دوستان عزیز سلکین ما رخت خوره دو قد کدوم و رخت خوره اتو هم کدوم، یعنی قصرای زیره. خب اینال دوستان عزیز رخت خوره 4 قد منیم، یعنی اینی طرف از زیر دوستان عزیز سلکین بله زیر خم کش منیم که اینال 4 قد شونه. خب اینال 4 قد شده. خب اینال دوستان عزیز درازی خود لباس از ما است 42 اینچه و سر شانهش است 15 اینچ، پراخی زیر بغلش دوستان عزیز 19 اینچه و پراخی کمرش دوستان عزیز 17 اینچه و درازی آستینچ 23 اینچه، دان آستینچ 4 اینچ، کف مخره. خب در از این اندازه دوستان عزیز ایره بلدیشیم بریش منم. خب اینال دوستان عزیز چی کار نیم که درازی بالتنه است 16 اینچ دوستان عزیز، 16 اینچ و اینال درازی خود قد لباس 42 اینچه. خب 16 اینچ را از 42 اینچ کم کنیم دوستان عزیز، چند ممنه؟ فیکس ممنه 26 اینچ. خب اینال دامن از مو تیار کده باید 26 اینچ باید. خب اینال ای تیار کده باید 26 اینچ باید و اینال حق درزایش رو مو باید بگیریم اضافه. خب اینال ای رخت دوستان عزیز 4 قد است، 4 قد یعنی دو قد نیه، فیکس 4 قده و ایر ما خوسه اتو همونم. خب اینال اینی از این رقم درازی دامن است و پیراخی دامن، یعنی رقم دوستان عزیز سلکین پیراخی دامن است یعنی 18 اینچ دوستان عزیز، 18 اینچ میشه فیکس 36 اینچ. خب 36 اینچ برای دامن گل دوستان عزیز پیراخیشی کم است و ما یعنی در بغل دامن که است یک جور دیگه میدیم، یعنی یک درز دیگه میگیرم، یعنی یک تیکه دیگه هم جور میدم به خاطر که پیراخی دامن چی زیادتر شونه، یعنی پیراخیشی بله 40 اینچ برسه یا 41 اینچ، یعنی ما 5 اینچ رخت دیگه در بغل چی جلغه یا اضافه دخت منم. خب اینالی دوستان عزیز 26 اینچ تیار باید دامن از مو باید و مو 1.5 اینچ پای دامن ساده قد منیم و نیم اینچ هم برای حق درز کمر شه. خب جمعا میشه 2 اینچ، یعنی 2 اینچ را باید یعنی 2 اینچ دامن باید دراستر بگیریم. خب مو از پایین فیکس به بالا میگیریم بله 28 اینچ نشان میزنیم، بله 28 اینچ به خاطر که فیکس دامن تیار کردش 26 اینچه و بله 28 اینچ از این خاطر نشان میزنیم که 2 اینچ اضافه هم گرفتیم. خب اینجا را اینال یک خط مستقیم میزنیم. خب اینال دو سایز چیکار که فیکس از بله خط ایرا بریش منیم. اینال دو سایز سلکین ایر که ما رقم قد کدوم یعنی پای دامن کسته در یک دیگه وصله، ایر ما میگیرم از یک دیگه جدا منم این رقم، یعنی این رقم بریش منم. و شما دوستان عزیز احتیاط کنین که رخت خوره این رقم بریش نکنین، یعنی درازی رخت بریش نکنین.
بر رخت را اینجی بینه جدا کنیم. اگر رخت چی می رقم قطع شده البته. خب اینالی دوستان عزیز سلکین اینی است درازی رخت، درازی دامن و این است 36 اینچ بر دامن و از این است دو دنه، یک دنه و این است دو دنه. خب این ما خوب سعی قد منم بال منم و اینالی دو سایز چیکار کنیم که بالتنهش رو بورش منیم. خب رخت خود دوستان عزیز میریم و اینالی گولی رخت چک منی که گولی رخت روخشتون کجای دوستان عزیز سلکین روخ گل دوستان عزیز یعنی طرف سرشانه باید این طرف های به خاطر دوستان عزیز سلکین یعنی بلگای از گل روخ طرف بالا. خب اینال دوستان عزیز سلکین ما ایراد دو قد کدام دو قد پیراخی زیر بغل دوستان عزیز 19 اینچ بود سلکین ای 18 اینچ یعنی ای کسته این اگه 4 قد کنی پیراخی زیر بغل نمیده. ما اینال ای چی کار منیم که ایرا دو دنه از رقم جور کنیم سلکین اول میگیریم یک دنه 19 اینچی جدا برمونیم برای بالتنه. خب اینال دو سایز سلکین فاصله از است 12 اینچ 12 را که ضرب دو کنی 24 اینچ میشه یعنی از خاطری که دو قد است. ما اینال میریم بله 11 و نیم اینچ همسایه. خب بله 11 و نیم اینچی دو سایز ایر ما رقم میرم و ایر خوب سایه اتو میزنم. خب اینال دو سایز سلکین درازی بالتنی از مو 16 اینچ بوده و ما ایره 17 اینچ میگیرم به خاطر که نیم اینچ حق درز برای کمر شماره و نیم اینچ هم برای سر شانه شه ما یک اینچ جمعا ایره اضافه تر میگیرم و برای احتیاط دوستان عزیز ما ایره 18 اینچ نشان میزنم. این فقط برای احتیاط 18 اینچ فعلا نشان میزنم و در دورانی که خطکشی دقیقش کردیم اور بله 17 اینچ برابر منم. خب این بله 18 اینچ نشان زدم و ایره این رقم بریش منیم ایرم از این طرف بریش منیم. خب اینال سلکین دو سایزیست یعنی رخت را ما بلده یک طرفی بالتنه گرفتم یعنی یا بلده پشت سر یا پیش روی سلکین پیراخی از اینالی است 22 اینچه و درازیش هم 18 اینچه. خب این اینالی جدا میلیم و یک رخت دیگه میگیریم. خب اینال ایر باز دوباره دو قد منیم سلکین این رقم دو قد منیم. خب دو قد که دی دوستان عزیز سلکین ایرم فیکس بله 11 و نیم اینچ میگیری قدرم پیشتر نشه و اتو منیم. خب ایرم بله 18 اینچ به طرف بال نشان میزنیم و خط مستقیم میزنیم. اینال ایره بال طرفش از بله خط بریش منیم. خب این طرف هم این رقم بریش منیم. خب اینال دوستای سلکین یعنی رخت که منده این رخت ای جایش بلده آستین استفاده میشه و یعنی درازی که منده یمو 5 اینچ گفتم برای بغل دامن چی ما اضافه جوړ میدیم ایره از او جوړ را انزی درازی برمونم. خب این رخت را یک طرف میلیم اینال یعنی دو دنه رخت که ما بریش کردم بلده بالتنه بریش کردم که یک دنهش بلده پیش روی و دیگهش هم بلده پشت سر شه. خب اینال روخ گولایش دوستان عزیز چک منی که هر دوش باید روخ گولش به طرف بالا باشه. خب یعنی گول سلکین روخش طرف بالا ایرمو طرف سر شانهش میلیم. خب این رقم دو قد میلیم و یعنی رخت دیگه هم بلیزی فیکس میلیم و روخ گولش هم دوستان سلکین ما فیکس آردوش را برابر اشتم. خب یعنی بغل رخت دوستان عزیز که طرفی بند سایتی هست یعنی طرفی بند دورشه این خوب فیکس دقیق بله یک دیگه میلیم یعنی تیروبر نباشه و ایر ما خصه آو میزنم و تو هم منم.
خب دو سایزی سلکین ما به خاطر یک اینچ اضافه گرفتم، یعنی 17 اینچ نگرفتم، 18 اینچ گرفتم، به خاطر که یعنی کم پشتولک پشتولک میشه یا تربیر میشه اونایشی برش نه. خب اینالی چیکار کنیم که از پایین دو سایز یک خط مستقیم میزنیم سلکین، یک خط مستقیم رقم ما زدم و درازی بالتنی از مو 16 اینچ بود، دو سایز مو یک اینچ اضافه میگیری 17 اینچ، یک اینچ به خاطر اضافه میگیری دوستان عزیز که نیم اینچ برای حق درز کمر و نیم اینچ هم برای حق درز سر شانه. خب بالم اینالی بله 17 اینچ نشان زدیم و یک خط مستقیم میزنیم. خب اینالی این طرف هست سر شانه و این طرف هستم طرف کمر. خب سر شانهش دو سایز 15 اینچ بوده، 15 اینچ که دو تقسیم کنیم میشه 7.5 اینچ و نیم اینچ هم برای حق درش میلیم میشه 8 اینچ. این بله 8 اینچ نشان میزنیم و یک اینچ هم به طرف پایین نشان میزنیم از این خطی سر شانه به خاطر خمی سر بازو. و اینالی دو سایز 19 اینچ پیراخی زیر بغل بود. برای 19 اینچ دوستان عزیز ما شما را در درس دهم آموزش خیاطی هم گفتم که برای از مثلا 18 اینچ تا 20 اینچ را ما باید بله 8 اینچ نشان دهیم. خب اینالی از این نشانی که از سر خمی سر شانه از اینچ به پایین دو سایز ما بله 8 اینچ را نشان میدیم 8 اینچ. خب اینالی چیز کارین دو سایز است که 8 اینچ که مثلا از این نقطه تا سر شانش مثلا نشان زدی، این طرف هم 8 اینچ نشان میزنم و پیراخی زیر بغل بودک دو سایز 19 اینچ. خب 19 اینچ که دو تقسیم کنیم میشه 9.5 اینچ، یه فیکس بله 9.5 اینچ نشان میزنیم و پیراخی کمر دو سایز بودک 17 اینچ مو بله 8.5 اینچ نشان میزنی، چرا که 17 اینچ که دو تقسیم کنیم میشه 8.5 اینچ. خب اینالی نشانه رو که زدی این نشانه رو خطای مستقیم هم این نشانه رو خطهای مستقیم وصل منیم این رقم. خب اینالی دو سایز گلایی آستین ده، مثلا گلایی زیر بغل آستین ده این رقم قد ما قدی چاک نشان دهین اگر دیستیم بله قیچی راونیه این رقم نشان دهین گل. اینال ما این طرف پایین فیکس از بله خط بریشنم. خب طرف پایینش دوستان عزیز ما فیکس از بله خط بریش کردم به خاطر که حق درش گرفتنی و اینال بغلاش حق درش نگرفته و ما برای حق درش دوستان عزیز 1 اینچ او طرفتر بریشنم و زیر بغلش دوستان عزیز سلکین این رقم از بله خط بریشنیم به خاطر که مو سر شانهش نیم اینچ کلانتر گرفته دی برای حق درش این رقم. و اینال خط سر شانهش دو سایز چیز کنه که 3 اینچ مستقیم بریشنیم، بعد از 3 اینچ دو سایز سلکین کیل بریشنیم بس اینالی مستقیم بریشین تا از این نشانی که 1 اینچ به طرف پایین برای خمی سر بازو نشان زده. خب اینالی را یک نشانه میزنی این قطعه چی چرت. خب اینالی نشانی کمرش هم یک ریزه قطعه چی نشان میزنیم این رقم. خب اینالی دو سایز این 4 قد بود، اینالی دو قدی یک دو قطعش جدا منی سلکین ایر بلده پشت سرشی علایده میلی جدا و اینی که خط را ایر میریم برای پیش رویشی و پیش روی لباس پیش روی گلای هستین دوستان زمود که خبرین اضافه تر بریش میشه، یعنی این خط مستقیمی که از سر شانه به پایینم ده از این نیم اینچ طرفتر بریش میشه. دو سایز دیش مگر بله قیچی راونیه شما میتونین قدی چاک خط دین و ما این رقم سلکین این رقم بریش نمینه این قصرا
اضافه بریش منیم. خب این بالتنی از مو دوست عزیز شد مکمل بریش. اینالی آستین چرا بریش منیم ایره جدا میلیم علیده. خب اینی رخت است دوست عزیز بعد آستین چی کی منده. خب این رخت هم دوستان عزیز مثلا روخ گل چرا در نظر میگیریم به خاطر که روخ گل چی باید سون طرفی سر بازو باشد، یعنی سون طرفی سر شانه یعنی سر بازو روخ گل چی به او طرف باشد. این ما خوب سه او میزنم و اتومونم و این فعلا دو قطعه ما دو قطعه را اتومونم. و اینالی دو سایز سلکین ما 4 قد مونم اینالی این شد 4 قد. خب دوستان عزیز در دوران بریش کردن حتما رخت خود را خوب سعی اتوکاری کنین به خاطر که عیب های رخت برشونه. خب اینالی دوستای عزیز سلکین اینی طرف بال زیر خط مستقیم میزنیم به خاطر که پشتولک هایش گم شونه، یعنی عیبی که درست سر رخت از بین بره رخت خط مستقیم زدیم. خب درازی آستین دوستان عزیز است 23 اینچ، کف هم داره دوستان عزیز. خب 23 اینچ را دوستان عزیز ما چند اینچ میگیریم که خب دوستان عزیز ایمنه خوب دقت کن برای 23 اینچ دوستان عزیز ما نیم اینچ حق درس برای سر بازو اضافه میگیریم و نیم اینچ هم حق درس برای دانستین. خب یعنی باید 24 اینچ بگیریم. خب 24 اینچ دوستان عزیز سلکین یک و نیم اینچ دوستان عزیز کف میه کف آستین. خب از 24 اینچ یک و نیم اینچ کم کنی موشه دوستان عزیز 22 و نیم اینچ. خب ما ایر فیکس اینال بله 22 و نیم اینچ نشان میزنم. اگر اینجا نفهمیدین دوستان عزیز دو سه بار ویدیو رو پس ببرین دقت سلکین که ما چی گفتم. خب اینالی این طرف است سر بازو و از خط سر بازو به طرف پایین 3 و نیم اینچ نشان میزنیم و از لب رخت او طرف تر دوستان عزیز سلکین ما بله 8 اینچ نشان میزنم. از خاطری که زمانی که بالتنه رو بریش کردیم برای گلای آستین ما از سر شانه به طرف پایین 8 اینچ نشان زدیم و دوستان عزیز سلکین فاصله از این دو نقطه هم دوستان عزیز خیلی کمه، یعنی 1 و نیم اینچه 1 و نیم اینچه مو بلده 1 و نیم اینچ اگر فاصلهش بودک انمو فیکس هر قدر که در بال نشان زدیم یعنی 8 اینچ مو سر شانه به طرف پایین نشان زدیم بله بالتنه بله خود آستین هم دوستان عزیز از این لب رخت به اون لب رخت فیکس 8 نشان میزنیم. خب دانی آستینش دوستان عزیز سلکین مو 4 اینچ نشان میزنم 4 اینچ و ایره دوستان عزیز سلکین قد خطکش مستقیم خط میزنم به خاطر که آستین کف داره قد خطکش مستقیم ما خط زدم و اینالی بریش منم. خب ما 3 اینچ مستقیم بریش منم بعد از 3 اینچ دوستان عزیز سلکین این رقم کیل منم به طرف پایین و شما اگه دیشیم راونیه شما باید اول قد چاک این رقم نشان دین باز بله نشان چاک بریش کن. خب این منر دوستان عزیز سلکین حق در شما نگرفتم اضافه فیکس 4 اینچ نشان زدم نه این طرف نیم اینچ حق درش اضافه گرفته بریش منم یعنی از خط نیم اینچ طرف تر بریش منم. خب اینال دوستان عزیز چیز کنی که این منه را 5 اینچ به طرف بالا نشان میدیم 5 اینچ 5 اینچ نشان زدی دوستان عزیز رقم یک قد قیچی نیم اینچ رقم ایرا بریش منیم رقم نیم اینچ. خب این منه را دوستان عزیز قصر قیچی نشان میزنیم به خاطر نشانی زیر بغل آستین است و سر بازوی آستین را رقم نشان میزنیم به خاطر وسط چه معلوم باشد و اینالی سلکن دوستان عزیز آستین خورا اینی رقم منیم
و دو طرف آستین دوستان عزیز سلکین روی در روی هم دیگه، دو طرف راست آستین دوستان عزیز روی در روی هم دیگه، دو طرف راست این رقم و اینال اینی از این منه این رقم بوریش منی میره وسط آستین از ما اینجا از وسط ایره این رقم بوریش منی یعنی قدر اضافه یعنی نیم اینچ اضافه بوریش منیم. خب دوستان عزیز این بوده بوریش لباس کمرچین. انشالله طریقه دوخت چرم در ویدیوی بعدی شما نشان میدم و امید میکنم که ویدیو بلدشم فایده مند بوده باشه و هر سوالی که داشتین میتونین در بخش کامنت پرسان کنین. و دوستان عزیز اگر چینل از ما سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کن و مهمتر از دوستان عزیز ویدیو را حتما لایک کن. به خاطر که دوستان عزیز ما بلده شما زحمت میکشم ویدیو جور بنم حتما ویدیو را لایک کنین. دوستان عزیز اگر شما میخواین خیاطی را از صفر تا صد یاد بگیرین ویدیوهای آموزش خیاطی در چینل یوتیوب از ما موجود است، میتونین استفاده کنین و خیاطی را از صفر تا صد یاد بگیرین. و دوستان عزیز تا ویدیوی بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.